به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین در حوزه ادبیات جهان شروع میکنیم. آوازهای کوچکی برای ماه. نامه‌های ژورژ ساند و گوستاو فلوبر به همدیگر است که توسط نشر افق در سال 1391 در تهران چاپ شده و ترجمه خانم گلاره جمشیدی هستش. با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. آوازهای کوچکی برای ما حاوی مجموعه نامه‌های گوستاو فلوبر و ژورژ ساند به یکدیگر است. دوستی گوستاو فلوبر نویسنده رمان مادام بواری و ژورژ ساند بانوی نویسنده هم رنگ و بوی عشق دارد و هم باور و احترامی دوجانبه. نامه‌نگاری این دو شمایل بزرگ قرن 19، حال و هوای زندگی روشنفکران، نویسندگان، اشراف، دعواهای ادبی، سلیقه و نگاه‌های متفاوت به هنر و ادبیات در قرن 19 را ترسیم می‌کند. بخشی از ادبیات که اتفاقاً واقعیات بیشتری را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد، به وسیله مکاتبات نویسندگان به معشوق‌ها یا با نویسنده دیگر که در برخی موارد ممکن است در مقام معشوق نیز قرار بگیرد نشان داده شده است. از این میان اگر بتوان اثر درخشانی از دو نویسنده اثرگذار قرن 19 که اتفاقاً در مقام دو دلداده نیز هستند نام برد، باید از مکاتبات ژورژ ساند و گوستاو فلوبر سخن به میان آورد. گفتگوهایی که اگر تنها بیانگر بخشی از سرگذشت این دو نویسنده باشد، اثری ارزشمند برای شناخت ابعاد شخصیتی و جریان‌های روزگار آنان نیز هست. جریان رابطه‌ای را که بیش از 12 سال ادامه یافت و دوران سخت جنگ فرانسه و آلمان را در بر گرفت. در این کتاب بخوانید. خواندن کتاب آوازهای کوچکی برای ماه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ این کتاب را به دوستداران شاهکارهای ادبیات جهان و قالب نامه‌نگاری پیشنهاد می‌کنید. نکاتی درباره گوستاو فلوبر. گوستاو فلوبر در 12 دسامبر 1821 به دنیا آمد. او از نویسندگان تاثیرگذار قرن 19 فرانسه بود که اغلب جزو بزرگترین رمان نویسان ادبیات غرب شمرده می شود. نوع نگارش واقع گرایانه او، ادبیات غنی و تحلیل‌های روانشناختی عمیق از ویژگی‌های آثارش هستند. او از سبک و موضوعات بالزاک، نویسنده دیگر قرن 19 تأثیر گرفت، به طوری که دو رمان بسیار مشهورش مادام بواری و تربیت احساسات به ترتیب از زن 30 ساله و زنبق دره از بالزاک الهام گرفته شدند. آثار فلوبر به دلیل ریزبینی و دقت فراوان در انتخاب کلمات، آرایه‌های ادبی و به طور کلی زیبایی شناسی ادبی در ادبیات زبان فرانسوی منحصر به فرد هستند. کمالگرایی این نویسنده به اندازه‌ای بود که هفته‌ها به نوشتن یک صفحه وقت سپری می‌کرد و به همین دلیل در طول سالیان نویسندگی خود تعداد کمی اثر از خود بر جای گذاشت. او پس از نوشتن آثار را با صدای بسیار بلند در اتاق کار خود که آن را فریادگاه می‌نامید می‌خواند تا وزن، سج و تأثیر واژگان و جملات را بسنجد. او بسیاری از شهرت خود را مدیون نوشتن نخستین رمانش مادام بواری در سال 1857 است. گوستاو فلوبر 8 می 1880 درگذشت. اما نکاتی هم درباره ژورژ ساند می‌خونیم. آوانتیون لوسیل اورژ دوپن در سال 1800
1809 در فرانسه به دنیا آمد و در سال 1876 درگذشت. معروف به ژورژ ساند، رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار و منتقد ادبی و فرانسوی قرن 19 و چهره‌های اصلی مکتب رمانتیسم است. او یکی از پرکارترین نویسندگان عصر خود بود که بیش از 70 رمان و نزدیک به 50 اثر دیگر در سایر قالب‌ها را در کارنامه خود دارد. ژورژ ساند بسیار تحت تاثیر مادر بزرگش مری، معروف به مادام دوپن بود. این نویسنده عاشق پیشه بود و در برابر تعصب، افراد و چالش‌های یک جامعه به شدت محافظه‌کار ایستاد و در جهت تغییر و اصلاح آن کوشید. زندگی پرتلاطم، کوشش و نام مستعار مردانه‌ای که از سال 1829 به کار گرفت، به قشری از زنان جامعه‌اش الگوی نوینی ارائه کرد. با وجود منتقدانی سرسخت مورد توجه طبقه روشنفکر زمان خود بود و در مزرعه‌اش پذیرای افرادی چون بالزاک، فردریک شوپن، فرانتس لیست و گوستاو فلوبر بود. نخستین رمان‌های او هنجارهای اجتماعی و خیزش زنان را به چالش کشیدند. این آثار منجر به انشقاق در میان افکار عمومی و همچنین محافل ادبی شد. سپس به آسیب‌های اجتماعی و مسائل کارگران روی آورد و در کنار این موضوعات نگارش رمان‌های تاریخی را آغاز کرد. در ادامه گرایش قابل توجهی به طبیعت پیدا کرد. شهرت او همچنین به واسطه همین سبک از رمان‌های او برجسته شد، سبکی که بر لطافت زندگی در دشت و صحرا، روستاها، پناه به طبیعت سرکش و انعطاف در برابر آن متمرکز است. با هم نامه‌ها رو شروع می‌کنیم به خواندن. به ژورژ ساند 1863. خانم عزیز، به خاطر انجام دادن آنچه وظیفه خود می‌دانی سپاسگزاری نمی‌کنم. تنها بدان که مهربانیت مرا تحت تاثیر قرار داده و همدردیت مایه افتخارم است. همین. نامه‌ات که همکنون آن را دریافت کردم ارزشی مضاعف به مقاله‌ات می‌دهد و همچنان نیز به این ارزش افزوده می‌شود و نمی‌دانم چه بگویم جز اینکه من هم مانند تو همینقدر رک و صریح هستم. مسلماً کسی که در ماه سپتامبر گل کوچکی در یک پاکت نامه برای تو فرستاد من نبودم، اما عجیب است که من هم همان موقع و به همان شکل برگ درختی دریافت کردم. در مورد دعوت بسیار صمیمانه‌ات به سبک یک نورمن واقعی جواب بله یا خیر نمی‌دهم. شاید روزی در تابستان امسال غافلگیرت کنم و به دیدنت بیایم، چون علاقه زیادی دارم به دیدار و مصاحبت با تو. بسیار علاقه‌مند هستم پرسه‌ای از تو برای آویختن به دیوار اتاق مطالعه‌ام در ییلاق داشته باشم. اتاقی که اغلب ماه‌های مدید را در آن به تنهایی می‌گذرانم. درخواست نابجایی؟ اگر نه پیشاپیش 1000 بار تشکر. همراه با باقی تشکرهایم این را نیز بپذیر. به گوستاو فلوبر، پاریس، 15 مارس 1864. فلوبر عزیز، نمیدانم کتاب زیبای آقای تن را به من بخشیده ای یا قرضم داده ای. به دلیل این بلا تکلیفی آن را به تو برمیگردانم. اینجا فقط وقت کردم بخشی از آن را بخوانم و در نوحان تنها میتوانم با شتاب برای بلوز چیزی بنویسم. اما 2 ماه دیگر که برگردم دوباره از تو در مورد این اثر تحسین برانگیز که طرحی بسیار عالی دارد جویا خواهم شد. شرمنده که با تو خداحافظی نکردم. به زودی برمیگردم و امیدوارم فراموشم نکرده باشی و بگذاری از خودت هم چیزی بخوانم. در اولین اجرای ولمر آنقدر با من خوب و مهربان بودی که حالا نه فقط استعداد شگفتت را تحسین می کنم بلکه با تمام وجود نیز دوستت دارم. ژورژ ساند. به ژورژ ساند، پاریس، 1866.
البته که روی دیدارت در منزلم حساب می کند. چرا که تو مثل دیگران به موانعی که برای جنس لطیف ایجاد می شود توجه نمی کنی. اما چون محل سکونت من از اقامتگاهت دور است و احتمال دارد سفرت بیفایده باشد، وقتی به پاریس رسیدی قراری بگذار تا بتوانیم با هم شامی ساده صرف کنیم. سلام صمیمانه‌ات را به بویلت رساندم. در حال حاضر به لطف عوام الناسی که زیر پنجره‌هایم به دنبال گوساله‌ای پروار می‌دوند دلسرد و ناامید شدم. آنهایی که عقیده دارند زیرکی یعنی کشف شدن در خیابان. به گوستاو فلوبر، پالزو، 14 می 1866. دوست عزیز، باید بگویم که میخواهم رمانم را که تازگی منتشر شده به تو تقدیم کنم، اما از آنجا که هر کس در این باره نظرات خود را دارد، به قول گولار دوست دارم بدانم آیا اجازه میدهی بالای صفحه عنوان صمیمانه بنویسم؟ به دوستم گوستاو فلوبر. من عادت دارم رمان‌هایم را در سایه حمایت یک نام محبوب قرار دهم. قبلی را به فرومانتین تقدیم کردم. منتظرم هوا خوب شود تا از تو بخواهم به پالزو بیایی و شام را با هم باشیم. تا حالا هوا به طرز وحشتناکی سرد بوده و به دردسرش نمی‌ارزد که برای سرما خوردن به ییلاق بیایی. من رمانم را تمام کردم. تو چه؟ 2 الماس زیبایی که چهره‌ات را زینت بخشیدند می‌بوسم. ژورژ ساند. به گوستاو فلوبر، پالزو، چهارشنبه 16 می 1866. خب دوست عزیزم، از آنجا که در شرف رفتن هستی و من هم تا 2 هفته دیگر 2-3 ماهی به بری میروم، سعی کن مجالی پیدا کنی و فردا پنجشنبه به اینجا بیایی. به این ترتیب شام را با مارگریت توپیه که او هم به زودی اینجا را ترک می‌کند صرف خواهیم کرد. بیا و گوشه عزلت من و سیلوستر را ببین. ساعت 1 که از ایستگاه سو پاریس را ترک کنی، رأس ساعت 2 در خانه من خواهی بود. یا اگر ساعت 5 حرکت کنی، ساعت 6 اینجا هستی و می توانی شب ساعت 9 یا 10 همراه با نوازنده ها بروی. یک نسخه از کتاب را هم با خودت بیاور. تمام انتقادهایی که به ذهنت رسیده را هم آماده کن. بسیار به کارم می آید. همه باید این وظیفه را در حق هم انجام دهند. همانطور که من و بالزاک نقدهایمان را با هم در میان می‌گذاشتیم، این کار باعث ایجاد تغییر و دگرگونی در طرف مقابل نمی‌شود، بلکه کاملاً برعکس است. عموماً انسان خودش بهتر می‌تواند تعیین کننده باشد، اما دیگری می‌تواند او را تکمیل کند، روشن‌تر کند و بسط دهد و به همین دلیل دوستی مفید است، حتی در ادبیات که در آن نخستین شرط ارزشمند بودن این است که انسان خودش باشد. بسیار متاسف می‌شوم اگر نتوانی بیایی و در آن صورت دیدارمان موکول می‌شود به دوشنبه قبل از شام. به امید دیدار دوباره و ممنون به خاطر اجازه دوستانت برای تقدیم کتابم. ژورژ ساند. به ژورژ ساند، پاریس، 17 یا 18 می 1866. روز دوشنبه منتظر آمدنم نباش. مجبورم آن روز به ورسای بروم، اما به مگنی خواهم آمد. با درود و علاقه فراوان، که فلوبر. رفیق خوب و عزیزم، واقعا آنطور که امیدوارم کرده ای تا چند روز دیگر در پاریس خواهی بود؟ من روز دوم اینجا را ترک می کنم. عالی می شد اگر دوشنبه آینده برای شام حضور داشتی. به علاوه روز 10 یک نمایش اجرا می شود که نمایشنامه‌اش را من و پسرم نوشته ایم. فکر می کنی بتوانم آن روز بدون تو اوضاع را اداره کنم؟ این بار به خاطر دوست عزیزم کمی هیجان دارم. دوست خوبی باش و سعی کن بیایی. با این امید در آغوش می گیرمت. ژ ساند. به گوستاو فلوبر، پاریس، 4 آگوست 1866. دوست عزیز، چون من معمولاً خانه نیستم، دلم نمیخواهد بیایی و پشت در بمانی.
ساعت 6 بیا و شام را با من و بچه هایم که فردا منتظرشان هستم باش. ما در مگنی همیشه رأس ساعت 6 شام میخوریم. تو برادری بی نهایت مهربان هستی که قول داده ای برای نمایش دون ژوان بیایی. به این خاطر 2 بار بیشتر میبوسمت. ژسان شنبه شب. به گوستاو فلوبر. برنامه پنجشنبه آینده است. دیشب برایت نامه نوشتم و نامه هامان باید با هم مصادف شده باشند. با همه وجود از آن تو. ژسان یکشنبه 5 آگوست 1866. به گوستاو فلوبر. پاریس چهارشنبه 22 آگوست 1866. رفیق و دوست خوبم، من شنبه شب به دیدن الکساندر در سن والری خواهم رفت. یک شنبه و دوشنبه آنجا میمانم و 3 شنبه برای دیدن تو به روان برمیگردم. بگو که این دیدار چقدر هیجان زده‌ات می‌کند. اگر بخواهی تمام روز را با هم خواهیم بود و در صورتی که باعث مزاحمتت باشم برمیگردم که شب را در روان بگذرانم و صبح یا عصر چهارشنبه آنجا را به مقصد پاریس ترک کنم. اگر گمان می‌کنی که از طریق پست جوابت تا قبل از شنبه ساعت 4 به دستم نمی‌رسد، چند کلمه تلگراف بزن. فکر می‌کردم حالم رو به راه باشد، اما سرمای وحشتناکی خوردم. اگر وضعم خیلی بدتر شود تلگراف می‌زنم که نمی‌توانم راه بیفتم، اما امیدوارم تا آن موقع بهتر شده باشم. در آغوشم می‌گیرم. ژساند. به گوستاو فلوبر. سن والری 26 آگوست 1866 دوشنبه ساعت 1:30 شب. دوست عزیز، من روز سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در روان خواهم بود و بر طبق آن برنامه‌ریزی خواهم کرد. بگذار کمی در روان که تا به حال آن را ندیدم گردش کنم، یا اگر وقت داری خودت این شهر را نشانم بده. در آغوشت میگیرم. به مادرت بگو که به خاطر چند خط پرمهری که برایم نوشت چقدر قدردان و ممنونش هستم. ژسان. به گوستاو فلوبر در کراسه. پاریس 31 آگوست 1866. قبل از هر چیز مادر مهربان و برادرزاده دوست داشتنی‌ات را از طرف من در آغوش بگیر. جداً تحت تاثیر پذیرایی دلنشینتان در دفتر کارت قرار گرفتم. آنجا که ممکن است حس شود موجود سرگردان و غیر متعارفی مثل من خود را تحمیل کرده مرا مثل یکی از اعضای خانواده پذیرفتند و حس کردم که آن همه ادب و نزاکت از عمق وجودشان سرچشمه گرفته است. سلام مرا به تمام دوستان مهربان برسان. با تو که بودم بی نهایت احساس شادمانی می کردم و دیگر اینکه تو پسری مهربان و عزیز و انسانی والا هستی و من با تمام وجود دوستت دارم، ذهنم پر است از خاطرات روان، از بناهای یادبود و خانه‌های عجیب و غریب. آن چیزهایی که همراه با تو دیدم مرا 2 برابر تحت تأثیر قرار داد. خانه‌ات، باغچه‌ات و قلعه‌ات همه مثل یک رویاست. حس می‌کنم هنوز آنجا هستم. دیروز هنگام عبور از پل‌ها پاریس به نظرم بسیار کوچک می‌آمد. دوست دارم دوباره برگردم. به اندازه کافی ندیدمت، تو را و هر آنچه دور و برت هست، اما باید بروم سراغ بچه‌ها که دارن صدایم میزنن و تهدیدم میکنن. در آغوش میگیرمت و برای همه‌تان دعا میکنم. ژسان. پاریس جمعه. دیروز در راه خانه کوچر را دیدم و از طرف تو به او گفتم پورتری که از من کشیده به نظر تو بهترین پورتری است که تا به حال نقاشی شده است. او اصلا چابلوس نیست. میخواهم یک کپی خیلی خوب از آن پیدا کنم و برایت بفرستم. فراموش کردم آن 3 برگ گل لاله را با خودم بیاورم. باید آن را با نامه برایم بفرستی. برای یک مسئله سری میخواهم. به گوستاو فلوبر. پاریس 2 سپتامبر
866. دستبان سوزن سوزی شده را پس بفرست. دربان وفادارم هر کجا باشد آن را برایم میآورد. هنوز نمیدانم. اگر بچه هایم بخواهند با من به بریتانی بیایند باید برایشان بهانه‌ای بیاورم. اگر نه هر کجا که بخت مرا ببرد به تنهایی خواهم رفت. من در مسافرت فقط از حواس پرتی هایم می ترسم. اما دارم حسابی همت می کنم و با تقویت خودم به این وضع خاتمه می دهم. نامه مهربانانه شایسته بوسه های من برایم بنویس. 3 برگ گل لاله را فراموش نکنید. در اودئون از من خواستند که اجازه بدهم نمایش پریان شب نوئل متعلق به تئاتر نوحان را اجرا کنم. دلم نمیخواهد. درخواست کوچکی. اما آنها که این تصمیم را دارند چرا نمایشنامه پریان تو را امتحان نمی کنند؟ میخواهی ازشان بپرسم؟ تصور میکنم این نمایشنامه در نوع خود بهترین است. مدیران چیلی و 2 کورنل میخواهند صحنه و دم و دستگاه داشته باشند و در عین حال ادیبانگیش را هم حفظ کنند. بگذار وقتی برگشتم در این مورد بحث کنیم. هنوز فرصت هست که برایم نامه بنویسی. من تا 3 روز دیگر همینجا هستم. با عشق به خانواده‌ات. ژ3 یکشنبه عصر. راستی یادم رفت لوی به من قول داده که تمام آثارم را برایم بفرستد. خیلی زیادن. باید آنها را جایی گوشه تاقچه فرو کنی و هر وقت قلبت تو را واداشت بیرونشان بیاوری. به گوستاو فلوور در کراسه. نوحان 21 سپتامبر 66. همین حالا از یک سفر 12 روزه با بچه هایم برگشتم و به محض رسیدن به خانه هر 2 نامه‌ات را دیدم. در واقع دیدن نامه ها به شادی دوباره دوشیزه اورور با نشاط و زیبا افزود و بسیار خوشحالم کرد. و تو بندیکتین من در دیر جادویی خود تنها هستی. کار میکنی و هرگز بیرون نمی روی؟ این است معنی بسیار به گردش رفتن؟ جناب آقا در طلب بیابانها، دریاهای مرده، خطرات و خستگی هاست. اما با این وجود می تواند باری ها را بنویسد که در آن به تمام رازهای کوچک زندگی اشاره شده و با مهارت تمام به تصویر درآمده است. موجودی عجیب که می تواند نبرد بین فینیکس و شیمارا را به نظم درآورد. تو مخلوقی کاملا متفاوتی. بسیار اسرارآمیز و آرام مثل یک بره. همیشه علاقه فراوانی به آموختن از تو داشتم. اما احترام بیش از حدی که برایت قائلم مانع من شده است. من میدانم چگونه از مصیبت‌های زندگیم نوری برافروزم، اما چیزهایی که یک ذهن بزرگ برای آنکه زایش داشته باشد ناچار به تحملشان شده. برای من مقدساتی است که نباید خشن و بی‌ملاحظه نزدیکشان شد و لمسشان کرد. سنبو که همانند من دوستت دارد ادعا می کند تو به شدت بزاتی، اما شاید او با چشمانی ناپاک بنگرد، مثل آن گیاهشناس فاضلی که ادعا می کند گیاه سیزاب به رنگ زرد چرکین است. این نظر آنقدر نادرست است که نمیتوانم از نوشتن این جمله در حاشیه کتابش خودداری کنم. به خاطر این است که تو چشمانت ناپاک است. به گمان من انسان هوشمند باید حس کنجکاوی قوی داشته باشد. من این حس را نداشتم و دل و جرأت هم ندارم. ترجیح دادم ذهنم ناقص بماند. انسان آزاد است سوار یک کشتی پرسرعت شود یا یک قایق ماهیگیری. هنرمند جستجوگری است که هیچ چیز نباید او را متوقف کند و هنگام گردش به چپ یا راست دستخوش ناملایمات گردد. فرجام کارش همه چیز را بیان می کند. وظیفه اوست که پس از کسب اندک تجربه‌ای شرایط سلامت روحش را بشناسد. به نظر من این شرایط برای تو در لطافت و آرامش است، چرا که تو عاشق کار کردن و تنها بودن زیر باران هستی. می‌دانستی در بریتانی وقتی هوا طوفانی شده بود، آسمان آفتابی بود، باد وحشتناکی در ساحل می‌وزید، اما امواجی بلند و زیبا
خیز برمی داشتند و وقتی گیاهان ساحلی مرا احاطه کرده و موریس و همسرش به خاطر حلزونها حسابی به هیجان آمده بودند، سرشار شور و نشاط شده بودیم. به هر حال از ساختمان‌های سنگی و ستون‌های بلند کمی خسته شدیم و تصادفاً شرکت کنندگان در یک جشن را دیدیم که لباس‌های محلی بر تن داشتند. می‌گفتند این لباس‌ها دیگر مرسوم نیست مگر برای سالخورده‌ها. این مردان قدیمی با آن شلوارهای خانگی، موهای بلند، ژاکت‌هایی با جیب‌های زیر بازو، ظاهر لایعقل، نیمه مست و نیمه زاهد، چقدر مسخره‌اند. آثار بجامانده از قوم سلت و کنجکاوی بیبرگشت باستانشناسان ارزشی برای یک هنرمند ندارد. بدشکل و نافرمند، کارناک و اردوان هیچ وجاهتی ندارند. به طور کلی بریتانی خواستهای مرا برآورده نمی‌کند. 1000 بار نرماندی با شکوه تو را ترجیح می‌دهم. وقتی کسی نمایشنامه‌ای در ذهن دارد، بریتانی برایش سرزمین حقیقی وحشت و ناامیدی است. در دیاری که دوران حکومت کشیشان و هنرستیزی کاتولیک به سر آمده باشد، هیچ خبری نیست. بناها و یادگاران گذشته خراب می‌شوند و آفات آینده رو به گسترش‌اند. طرح نمایش پریانت را برایمان بگو. نمی‌دانم آن را با همراهی چه کسی نوشته‌ای، اما هنوز تصور می‌کنم که در اودئون با مدیریت کنونیش با استقبال روبرو شود. هر کدام از آثار تو آنقدر بکر و بدی‌اند که از سطح فهم آن دومین بی سلیقه خارج است. یک رونوشت از آن در خانه داشته باش تا ماه دیگر یک روز را با هم بگذرانیم و آن را برایم بخوانی. کراسه به پالزو خیلی نزدیک است. دلم آرامشی را طلب می‌کند که در آن به سیاحت رودخانه خروشانت، رویا پردازی در باغ و بوستان وجودت و به آرامش رسیدن بر فراز صخره‌ها بپردازم. اما من اوقاتم را به بطالت می‌گذرانم و تو به کار. باید زیاده‌خواهی نامتعارف کسی را که مدتی تنها سنگ‌ها را دیده است و 12 روز تمام حتی یک قلم به چشم ندیده ببخشید. تو نخستین کسی هستی که من پس از بیرون آمدن از زیر خروارها خاک وجود ناچیزم ملاقات کردم. زندگی کن، این است صلای من و دعای خیرم. با همه وجود در آغوش می‌گیرمت. ژرسان. به ژورژ سان، کراسه 1866. من موجودی عجیب الخلقه هستم، سرور عزیز. حس می‌کنم به طرز تهوع آوری مبتذل و پیش پا افتادم و گاهی اوقات بی نهایت از بورژوایی که در زیر پوست خود دارم خسته می‌شوم. بین خودمان باشد، اما سنبو برخلاف آنچه میگوید اصلا شناختی از من ندارد. حتی قسم میخورم به لبخند زیبای 90 افراد معدودی را میشناسم که کمتر از من پلید و فاسد باشند. من زیاد خیال بافتم و کم عمل کردم. آنچه مخاطب سطحی را در مورد من به اشتباه میاندازد فقدان هماهنگی بین احساسات و عقایدم است. اگر میخواهی اقرار کنم آزادانه چنین خواهم کرد. این احساس متناقض مرا از تمایل به داشتن یک زندگی نابسامان باز داشته است. من ادعا میکنم که سینیسیسم بر مرزهای نجابت حرکت میکند. در اولین فرصتی که همدیگر را ببینیم در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد اگر دلت بخواهد. این برنامه پیشنهادی من به توست. خانه من تا یک ماه دیگر شلوغ و ناآرام است، اما تا اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر بعد از نمایش بویلت امیدوارم دیگر چیزی مانع آمدنت نباشد. البته نه آنطور که گفتی برای یک روز، بلکه دست کم یک هفته. تو در اینجا میزی کوچک و وسایل لازم برای نوشتن را در اختیار خواهی داشت. قبول؟ در مورد نمایش پریان از پیشنهاد مهربانانه‌ات برای کمک ممنونم. هرچه لازم باشد برایت فراهم خواهم کرد. در همکاری با بویلت هم چنین بود. اما حس می‌کنم این کار ضعف زیادی دارد
و من در کشاکش به دست آوردن چند پاپاسی و شرمندگی اجرای چنین نمایش نابخردانه‌ای را از هم دریده می‌شوم. فکر می‌کنم تو در مورد بریتانی کمی سختگیری می‌کنی، نه در مورد بریتون‌ها که به نظر من حیوانات چندشاورند. در مورد باستانشناسی قوم سل در سال 1858 در مجله آرتیست شوخی غلط‌انداز نسبتاً جالبی در مورد سنگ‌های سوس چاپ کردم. اما آن شماره مجله را اینجا ندارم و ماه انتشارش یادم نیست. 10 جلد از داستان زندگی من را بی‌وقفه خواندم. البته حدود 2/3 را قبلا به طور پراکنده خوانده بودم. آنچه بیش از همه مرا تحت تاثیر قرار داد زندگی در دیر بود. در این زمینه مشاهداتی دارم که برایت تعریف خواهم کرد. به گوستاو فلوور، نوهان 28 سپتامبر 1866. قبول است رفیق عزیز و دوست خوب. سعی می‌کنم حتماً برای اجرای نمایش دوستت در پاریس باشم و مثل همیشه به وظیفه دوستانه‌ام عمل کنم. البته بعد از اینکه به منزل تو بیایم و 1 هفته آنجا بمانم. تنها به شرطی که اتاق خودت را در اختیار من نگذاری. احساس مزاحمت مرا آزار می‌دهد و اصلاً نیاز نیست به خاطر خوابیدن اینقدر مایه دردسر شوم. من همه جا می‌توانم بخوابم. لابلای خاکسترها یا زیر میز آشپزخانه مثل یک سگ با وفا. در خانه تو همه چیز با بی‌عیبی تمام می‌درخشد. بنابراین می‌توان در همه جای آن راحت بود. من یک دعوا با مادرت راه می‌اندازم و حسابی می‌خندیم و شوخی می‌کنیم. اگر هوا خوب باشد وادارت می‌کنیم بیرون برویم و قدم بزنیم. اگر هم یک ریز باران ببارد استخوان‌هامان را جلوی آتش برشته می‌کنیم تا حدی که قلبمان به سوزش بیفتد. رودخانه بزرگ سیاه یا خاکستری زیر پنجره جاری خواهد بود و مدام می‌گوید سری و افکارمان روزها و شب‌هامان را بدون درنگی برای پرداختن به چیزهای کوچک با خود خواهد برد. من نسخه صحیح و سالمی از تصویری که کوچر کشیده و دوست بینوای حکاکم مانکو آن را امضا کرده بسته‌بندی کردم و با پست سریع‌السیر فرستادم. این بهترین تصویری بود که دارم و تنها همین را پیدا کردم. همراه با آن عکسی از یک نقاشی اثر مارشال که البته شباهت کمی با من دارد فرستادم. اما انسان سال به سال تغییر می‌کند. بی‌وقفه به چهره آنها که می‌اندیشند و مطالعه می‌کنند شخصیتی دیگر می‌بخشد. و همین دلیل است که پورتری آنها نه تنها شبیه کسی دیگر نیست بلکه در گذر زمان حتی شبیه خودشان هم نیست. من آنقدر زیاد رویا بافتم و کمتر زیستم که گاهی تنها 3 ساله‌ام، اما روز بعد اگر خوابی که دیدم محزون باشد و تار 300 ساله‌ام. تو اینطور نیستی؟ در لحظاتی به نظرت نمی‌رسد که در آستانه آغاز زندگی هستی بی آنکه حتی آن را بشناسی و زمانی دیگر سنگینی چندین هزار قرنی را که از آن خاطراتی مبهم و تأثیراتی جانگداز در دل داری روی دوش خود حس نمی‌کنی؟ چرا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم؟ هر چیزی امکان دارد چرا که همه چیز نامعلوم است. مادر قشنگ و خوبت را از طرف من در آغوش بگیر. بودن با شما 2 نفر را به خودم هدیه می‌کنم. حالا سعی کن آن شوخی غلط‌انداز را در مورد سنگ‌های سلتیک پیدا کنی. خیلی برایم جالب خواهد بود. مردم آنجا نوشتن می‌دانستند چون سنگ‌های پوشیده از خطوط هیروگلیف در آنجا هست. کار با طلا را هم خوب بلد بودند چرا که طوقه‌های خیلی زیبایی در آنجا پیدا شده است. بچه‌هایم که مثل خودم ستایشگران تو هستند به تو سلام می‌رسانند و من تا سنبو خواب است بر پیشانیت بوسه می‌زنم. ژسان. شما امروز خورشید دارید؟ اینجا آسمان دارد تیره و تار می‌شود. ییلاق خیلی دوست داشتنی. کی میایی؟ خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این نامه‌های زیبا که وضعیت
دنیای عصر 1866 رو برای ما روشن میکنه رو براتون بخونم. اگر علاقه‌مند به این روایت‌های زیبا هستید حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.